درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز اومدم که یه مرور خاطرات با هم دیگه داشته باشیم بدون هیچ گونه معطلی. بزن بریم سراغ ویدیو. امروز اومدیم سراغ بورگارد ایزابلا، ماشینی که حدود 3 سال پیش کار بازسازی و رنگش رو انجام دادیم و همینطوری که تو تصاویر میبینید اصلا ماشین وضع خوبی نداشت، ولی خب آخر ویدیو قراره دوباره متولد شدن این ماشین رو با هم دیگه ببینیم و همینطوری که شما روند بازسازی این ماشین رو میبینید منم طی ویدیو تاریخچه شرکت بورگارد رو براتون میگم. بورگارد یه برند خودروسازی آلمانیه که تو سال 1919 توسط مهندس و طراح معروف آلمانی یعنی کارل اف دبلیو بورگارد در شهر برمن آلمان تأسیس شد. این کمپانی که با 23000 پرسنل یکی از مهمترین کارخانجات صنعتی آلمان به حساب می اومد تا سال 1961 به تولید خودرو ادامه داد. توی سال 2008 کریستیان بورگارد نوه کارل اف دبلیو بورگارد بنیانگذار این کمپانی به همراه شریکش کارل هایزنوس این کمپانی با اصالت آلمانی رو دوباره احیا کردند. کریستیان بورگارد هدایت این شرکت رو دست گرفت و تمام تلاش خودش رو برای بازگردوندن این کمپانی به روزهای اوج موفقیت خودش کرد. کارل اف دبلیو بورگارد در اواخر قرن 19 تو زمانی به دنیا آمد که صنعت اتومبیل آلمان هنوز تو دوران طفولیت خودش قرار داشت و زندگی اون از بدو تولد به نوعی با اتومبیل مرتبط بود و بعضی او رو پیشقدم اتومبیل سازی آینده می‌دونستن و بعضی دیگه اون رو نابغه اتومبیل سازی قلمداد می‌کردن. و حالا میرسیم به بورگارد ایزابلا. تو سال 1954 بود که بورگارد مشهورترین خودرو خودش رو با نام ایزابلا به بازار عرضه کرد. ایزابلا نه تنها توی آلمان محبوب بود بلکه رضایت جهانیان رو به خودش جلب کرد و به عنوان یک خودرو اسپورت استانداردهای جدیدی رو تو جهان تعریف کرد. به این ترتیب بود که بورگارد بیش از 200,000 دستگاه از ایزابلا رو توی کشورهای مختلف جهان فروخت. این هم بود از تاریخچه کمپانی بورگارد و ایزابلا. خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا ما رو تماشا کردید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که اینجا ماشینا دوباره متولد میشن.